در 2 روز درگیری ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 10 نفر کشته و زخمی شدند و همچنین 10 منزل از هر دو طرف به کام آتش رفت. حالا خانواده هایی هستند که به معنای تامش به خانمان ماندند و جای زیست ندارند. ساکنان دهه خواجه اعلی که در این تیرپرانی ها ترک خانه ها کرده بودند به منزل های خود برگشتند. یکی از آنها میگوید با چشمان خودش دید که خانه‌اش نه از تیر و تفنگ سوخت بلکه آن را قرقیزها که در دست سلاح‌های شکاری داشتند آتش زدند. نظام شمس‌الدینوف 65 ساله در این حادثه نه فقط منزلش را از دست داد بلکه حاصل چندین ساله دهقانیش نیز به کام آتش رفت. ضرر رسید. ما ضرر رسیدیم قریب 5 تن 4 تن گندم و قریب 10 تن اضافه شولیم به من به اینها اساسی انا همین. دهه خواجه اعلی در جماعت چارکو روز 29 اپریل مکان اصلی درگیری در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان بود. ساکنان میگویند روز مناقشه بیشتر از 5 حوله تخریب شدند. الان همون جایی که حوض من دیدو ستون هیچ نموندگی اما بوسرما خوشخونه بودم اونجا. انا همه انا بینیتو من سوخته برافت سرم اونجا. اشکم سیر کرده اکنون تمام کردیم خودنا بس میکنیم که دندان میشه و ما میبرویم که اینجا دود میشه علوب میشه ما همه علوب خاموش میکنیم. این خانه برای مهاجرت همین برای زندگیش برای خانه خودش رفته یعنی اینجا بوله همین خانه پول همه درگیره ما کنده اینجا رو پرتفتیم آب زدیم اینجا همیشه کشتیم خاموش کردیم. در همین حال ساکنان دهه دیگری مرزی در جماعت چارکوه میگویند خسارات باشندگان سامانیان بیشتر از خواجه اعلی است. یگان چیز نمیخوانند همش خاکستر شده برات. ساکناش کجا و استخدام آدم همش محل فرزند برات. تا زمان نشر این گزارش مقامات تاجیکستان درباره خسارات و ویرانی‌های مناقشه در مرز با قرقیزستان آمار نشر نکردند. ولی منابع گفتند به اطلاع پیشکی در 2 دهه جماعت چارکو حدود 20 خانه و انشاءات ویران شده است. این در حالی است که کمیته حالتهای فوق العاده قرقیزستان میگوید 78 منزل قرقیزها سوخته یا آسیب دیده است. حکومت آن کشور گفته است این خانه ها را با پول دولت برقرار خواهد کرد. مقامات تاجیک هم گفتند که خانه های تخریب شده را در 1 ماه برقرار و منزل های آسیب دیده را تعمیر می کنند. ساکنان جماعت واروخ می گویند پس از 2 روز بیبرقی پایگاه برق رسان فعال شد و در دهه های سامانیان و خواجه اعلی نیز این مشکل برطرف شد. با گذشت 4 روز از درگیری خونین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مقامات رسمی می گویند که وضع آرام است و هیچ تیراندازی در شب گذشته صورت نگرفته است.